افرینجا شر اسرائیل و ایران قوناخین بربچاف یعنی روبروبونش سال 2019 حتی 2025 امه جوارا نشان بدن سر گرافیکه که به نوبونا روبروبونا دنابرا ایران و اسرائیل در دیروکا پفچونا دنابرا هر دو دولتان دا درد که پیش و هر یک جوان یادن وکی گفه که دبینه او یک جبوی صدم آلوزیا بردوام ری لبر روبروبون لشکری ین دوباره دنابر آوان دا وکریه به تایبتی دمین داویده در بیا 2019 نگوری که روزنامه نیویورک تایمز دیار کریه روبروبون راست خود دنابر اسرائیل و ایران ده سال 2019 ده دست بکریه دما که اسرائیل ریزه ایرش لسوریه لبنان و عراق بکانین جبو که ری لبر ایرانی بگره که چکن پیشکفتی بده هفپیمانین خواه تهران تو مدبار کرد که حول ده خطکی دابین کرنا چکان برای عراق و باکور سوریه حتی حزب الله لبنان آباب که هر وها اسرائیل ایرشی گمین که پترول و چکن ایران برای بحر ناوین و سور و بدگو هستن جی کرد سال 2020 کشتنا زانایان دست بکرده مجدار سال 2020 ده اسرائیل زانای پله بلند نابوکی ایران محسن فخری زاده به بکرانینا توپ آویجه که اتوماتیک کش دور و تی کنترل کردن کشت سال 2021 شرین دریایی دست بکرند سال 2021 ده ایران و اسرائیل دست به آرمانج کنه هفدو کردن باوی که زیده تر دریایی بود سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایران تومت پار کرد که دستوی ده تقینا که ده محاسبات ده لسر گمیه که اسرائیل یا که اتموبیلان لبر براوین امان ودوگو هست هیه ایرانه ده ماه آداره ده اسرائیل تومت پار کرد که گمیه که بارکش یا ایرانه لدر دورا 5 مایلی دوری براوین اسرائیل که دیه آرمانج و ده ماه نیسانه ده گمیه که لشکری ایرانه کل بحر سور بچن ببو آرمانج ده انجام ایرشا ماینه که ده کوته باور کردن که یا اسرائیلیه زیان دید و اپراسیون لوی رنگی لسران سری ساله ده بردمان بود ستین سر سال 2022 کشتن افسر که ایرانی چه بود ده گلان 2022 ده دو کسین که موتورسیکلت آجوتو بون گل بردان و پله یک ده پاسدارن شورش ایران ده به ناو سیاد خدایی هات کشتن کار به دست اسرائیلی دیار کردن که وی بشداری سرکشی ها یکینه که اپراسیون بشارتی کریه که کشتن و رواندن بکتینن و اسرائیل رولا خود کشتن ده جه امریکا را پشراس کرد ده همان سال ده ایوب انتظاری اندازیار حوانوانی یا سازگاه که لکولین لشکری و کامران آقا مولایی اردناس ده گلانا پشتی نشان جهری بونه یا مر که ایران دیار کرد که اسرائیل او جهری کرد لی اسرائیل رد کرد که او شروع بکه سال 2023 ایرشن هفته جوتمه هبون ده هفته جوتمه 2023 ده چکدارن فلسطینی یعنی به سرکشی تفگر حماس و جالی ایران و بخورتی تینه پشتوانی کردن ایرشی اسرائیل کردن و شرکی خویناوی لغزه درکت جبو حفگرتن به حماس و کومندن ین کجالی ایران و تینه پیشگیری کردن لحرم دناف ده حزب الله للبنان حوسی لیمن جی ایرشی سر اسرائیل کردن رهبر ایران علی خامنه‌ای هر رول که ایران دیرشن هفته جوتمه در رد کرد لی سر کرده این حماسه به گلمپری بحث آورگرتن و پیشگیری جه حوالبندین حرمی کردن ایرشن لسوریه جی ده کانون 2023 ده ایران اسرائیل تابان بار کرد که ده ایرشه که موشکی ده لسوریه افسر که پلبلند ایرانی کشتیه سال 2024 درون انتول هلدانه در کتن میدان ده نیسان ده ایرشک آسمانی اسرائیل لسر آبایی که سر به بالیوزخانه ایران لشامه 3 سرکرده این پلبلند ایران و 4 افسر کشتن پشتی چند هفتهیان تهران زیدتری 300 فروکین به مروف و موشک آوید نسر اسرائیل کپرانی آوان کتن خاره دمک کرد پشتی و اسرائیل ایرشی سیستم که برابانی آسمانی لیران کرد و پاراستنا سازی که ناوکی دکرد کشتنا هنیه اسماعیل هنیه ده تیر ماه 2024 در رودا سرکرده اوفیس سیاسی حماس اسماعیل هنیه ده تقینه که در لناب آواهی که میوانان لتهران که جالی هزن پاسدارن شورش ایران و دهات بره و برن هات کشتن اسرائیل جی پشراس کرد که او بر پرسیاری وی کشتنیه ایرشن پاگر ده ایلونه ده
بالیوز ایران لبنان مجتمع امینی ده رشک الکترونی ده بریا جهازن پیجر که اندام حزب الله آرمانج دکرن چاوکی خواه وندا کرد و لدو ویجی ارشن به وی رنگی لسر جهازن الکترونی پیجر هاتن کرن که بو صدما کشتنا به دهان کسان و برینداربونا به هزاران کسان. اسرائیل پشراس کرد که او وان ارشان پیکانیه. کشتنا حسن نصرالله در کت میدان دیلونا 2024 ده اسرائیل سرکرده حزب الله حسن نصرالله درشن اسمانی ده لنزیکی بیروت پایتخت لبنان کشت. عروسا موشک ایران ده جوتما 2024 ده در کتن ایران نزیکی 108 موشک بالستیک آوید لسر اسرائیل ده برسوا کشتنا نصرالله و اسماعیل حنیه ده و سرکرده ایران جالی اسرائیل و کو پرانی آوان هاتن خستن. ارشن جوتمه هنه داویا جوتمه 2024 ده اسرائیل ارشن اسمانی برسر ایران و سیستم بروانی اسمانی ایران که بینسازی گرینگ ده پاراستن روخاند. کار به دست ایران و اسرائیل دیار کردن که ارشن ده نیسان و جوتمه ده سیستم بروانی اسمانی که ایران ج روسیا کربون ده ناو دا سیستم که لناوند ایران که جبو پروگرام و ناوکی گرینگ روخاندن. دینا سر روبروبونا 2025 سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پیشنهاد که سروک امریکا دونالد ترامپ را کرد جبو لیدانا سر مالپر ناوکین ایران ناوند ناوکین ایران و اندام ریوبریا ترامپ به مهان او نقاش کرد که نیسان ده ترامپ بریادا که لشونا و لچارسریه که دیپلماتیک بگره ده 12 حزیران ده ترامپ دیار کرد که مترسیه که یک اسرائیل دل بده ایرانه که دباک و دانستاندنان تک بده و گوت از ده فکرم که او دکاره و هلوشینه پشتی و اسرائیل بر راستی جی دست به ریزه ایرش و اپراسونه که گله که خورد یا کشتنه کرد که هری کم 20 سرکردین پلبلندن ایران کشت ده ناو دا سروک هزا اسمانیا پاسداران دو اپراسونه که ده که ناو کداوه رابونا شیربو هات دانین